سلام و وقت بخیر خدمت همه شما عزیزان. امید که جور و صحت سلامت و بدور از گزند روزگار باشید. به اولین جلسه از صنف گرافیک دیزاین خوش آمدین. جلسه امروز در مورد معرفی خود گرافیک دیزاین، ای که گرافیک دیزاین چیست و همچنین عناصر بصری اولیه که رول خیلی مهم دارد در قسمت گرافیک دیزاین و به خصوص فتوشاپ، در این موارد بحث خواهیم کرد. اولتر از همه در مورد هنرهای بصری یا ویژوال آرتس صحبت میکنیم. ای که هنرهای بصری چی هسته؟ قسمی که از نامش معلوم است، هنرهای بصری یا بصری به مجموعه از هنرهای اطلاق میشه که بیشتر از طریق حس بینایی ما یا چشمای ما میتونیم کور درک کنیم، تجربه کنیم و حسش کنیم. خب هنرهایی که با دیدن و حس بینایی ما درک میشه، او هنرها شامل چه چیز میتونه که شامل او شود؟ از جمله میتونیم که نقاشی، مجسمه سازی، عکاسی، طراحی که فعلا ما این دوره را با هم آغاز کردیم و در قسمت طراحی با هم یک جا پیش میریم، یعنی بخش گرافیک دیزاین است. چی به طراحی های دو بودی، سه بودی که البته طراحی های سه بودی مربوط به کارهای وکتوری و الستراتور میشه، ولی طراحی های دو بودی را ما حتما در این دوره فرا خواهد گرفتیم. خب تقسیم بندی انواع هنری. زمانی که ما نام از هنر بردیم، حالا باید بدانیم که انواع هنری چند نوع هست و شامل چه چیزهایی میشن. اولتر از همه داریم که هنر مفهومی یا کانسپچوال آرتس. هنرهای مفهومی ما به کدام نوع هنر گفته میتونیم؟ به هنر یا جریان گفته میتونیم که مهمترین بخش یا مهمترین قسمتش ایده و مفهوم هستند. یعنی ما در این نوع هنر یا در این نوع طراحی هایی که داریم و یا هم چیزهایی که خلق میکنیم، ما بیشتر از ظاهر و زیباییش به ایده و پیامی که پشت اثر هستن متوجه میکنیم، نه به زیبایی که در کل مهم است بتر، ولی اینجا ایده و مفهومی که پشت اثر و هنری هست خیلی مهم است که ما را به چالش میکشد تا بیشتر درک کنیم، بیشتر ذهن خود به کار برداریم و بیشتر کوشش کنیم تا مفهومش را بدانیم. و این اثر هنری میتونه که گذرا باشه، یعنی مثل یک اجرا باشه یا یک نصب موقت، ولی تمرکز بر ایده و پیام به جای زیبایی خود طرح خیلی مهم است. دوم داریم هنرهای اجرایی. در قسمت هنرهای مفهومی ما میتونیم که از یکی هست بزرگترین یا مشهورترین آثار هنری از جوزف کاسوت به نام اثر 1 و 3 صندلی نام ببریم که مدمن عکس این اثر را براتون در تلگرام میگذارم. این اثر هنری هست که واقعا ذهن انسان را به چالش میکشد در مورد ای که واقعیت و بازنمایی. و همچنان اثر دیگه میتونیم نام ببریم از مارسل دوشان است که نام اثرش به نام چشمه یاد میشه. البته تصویر خیلی جالب داره که واقعا ذهن انسان را به چالش میکشد تا مفهومش را درک بکنه. و میتونیم بگویم که من یکی از هنرها یا اثر هنری هست که امروز در جهان خیلی مشهور شده و برگزیده شده هست. و دیگه داریم هنرهای اجرایی یا پرفورمینگ آرتس. از قسمت از نامش معلوم است هنرهایی هست که رو صحنه اجرا میشه یا به شکل نمایشی میتونیم که بگوییم این هنرها را. مثل این هنرها میتونه که شامل تئاتر باشه، رقص و موسیقی. و دیگه داریم هنرهای کاربردی یا اپلاید آرتس. هنرهای کاربردی با هنرهایی گفته میشن که زیبایی و کارکرد عملیشان با هم دیگه ترکیب شدن، که این میدانیم که شامل طراحی داخلی، مود و گرافیک، یعنی گرافیک دیزاین میتونه که شامل شود. در قسمت طراحی میتونه که طراحی لباس باشه، پارچه باشه، سفالگری باشه، سرامیک باشه، هر نوع طراحی میتونه که شامل از این شود. و طراحی گرافیکی هم که هسته شامل
قسمت های مختلف از گرافیک میتونه شود، نه مختص به فوتوشاپ میتونه باشه، نه مختص به الستراتور. در کل تمام گرافیک ای تحت پوشش خود قرار میده و شامل تمام میشه، چی موشن گرافیک باشه، انیمیشن باشه، طراحی های 2 بودی، 3 بودی، تمام اینا را در بر میگیره. و میرسیم سر خود گرافیک دیزاین. ای که ما فعلا این دوره را آغاز کردیم، پس باید بدانیم که خود گرافیک دیزاین چی هسته. گرافیک دیزاین فرایند ایجاد ارتباط بصری از طریق ترکیب و متن و تصاویر هسته. خب فعلا در جامعه فعلی در سوشال میدیا ما خیلی از پوسترهایی را میبینیم، پوسترهایی که هم دش متن است، هم تصویر است، هم از شیپ ها استفاده شده و همچنان میتونیم که از پوسترها یا بنرهایی که فعلا در تایپوگرافی استفاده شده یا چیدمان خیلی زیبای از متن آن نام ببریم که همین اینا فرایند چی هسته؟ گرافیک دیزاین. خب یک بالای تاریخچه گرافیک دیزاین هم به شکل کلی و مفصل یک صحبت میکنیم که اولین بار در قرن 12 البته یک فرد بود که از عبارت گرافیک دیزاین در یک مجله استفاده کرده و بعد با مرور زمان گرافیک دیزاین رشد کرده و به جایی که فعلا امروز ما قرار داریم تا به اینجا رسیده. هدف خود گرافیک دیزاین چی هسته؟ گرافیک دیزاین هدفش رساندن مفهوم، ایجاد ارتباط مؤثر از طریق طراحی است. به طور مثال اگر یک نوشته روی یک بنر یا روی یک بیلبورد در یک قسمت از شهر بند باشه، کسی بیشتر نوشتهش توجهی نمیکنه، ولی اگر به شکل یک چیدمان خیلی منظم با یک عکس با شیپ خیلی منظم با یک تعادل و بالانس او در یک قسمت آویزان شود، خیلی زود جلب توجه بیننده میشه. پس اینجا هست که گرافیک دیزاین ارزش خیلی والایی به خاطر رساندن مفهوم داره. خب انواع گرافیک دیزاین انواع مختلف داره، مثل طراحی های چاپی یا همین بیلبورد هایی که ما میبینیم و یا هم پوستر هایی که در روی سرک، در کورس ها، آموزشگاه ها و هر جای دیگه که آویزان هستند. طراحی وب که شامل وب دیزاینینگ و وب دیولپمنت هسته که وب را طراحی میکنن و هاستش میکنن روی سرورها. طراحی های بسته بندی که پکیج هایی که به خاطر خدمات دلیوری و بعضی محصولات استفاده میشه شامل از این میشه. و طراحی برند که به یک برند و یا هم یک شرکتی که هسته باید برند مختص به خود را داشته باشه، چی لوگو باشه یا در کل میتونه که یک آفیس ست به خاطر یک برند باشه. و احساساتی که در دیزاین وجود داره این است که میتونه که امو حسای مختلفی که در خود داره یک طرح میتونه او خیلی آسان به بیننده چی کنه منتقل بسازه. و نرم افزارهایی که رایج هستن، نرم افزارهای رایج در قسمت گرافیک دیزاین معمولا فعلا بیشترین کاربردی که داره از شرکت ادوبی است که به خاطر طراحی های وکتوری از الستراتور، از به خاطر فوتوشاپ، طراحی های رستری هست و همچنان دیزاین که به خاطر بیشتر به خاطر کوتاه ها ازش استفاده میکنن. همچنان برنامه های دیگه هم شرکت ادوبی داره به خاطر ویدیو مثل پریمیر به خاطر ویدیو ادیتینگ و همچنان به خاطر طراحی های 3 بودی، موشن گرافیک و انیمیشن میتونیم که از برنامه های مثل افتر افکت و همچنان بلندر نام ببریم. و همچنان خیلی نرم افزارهای دیگه هم از که شرکت ادوبی به بازار عرضه خیلی زیاد را داره. خب ما هنر بصری را فهمیدیم، ولی اینجا بعض از عناصر هست که خیلی زیاد مهم است در قسمت هنرهای بصری. از جمله اولتر هست همه خط است و یا هم لاین. در اول میتونیم که از نقطه نام ببریم، نقطه یا دات که ساده ترین و کوچکترین عنصر بصری می باشه که میتونیم که با یک نقطه خاص جلب کنه و یا یک چشم انسان را به یک مسیر هدایت بده
که بعداً از مسیر یا نشانه‌ای که بین دو نقطه وجود داره خط به وجود آمده. خب خط هم انواع مختلف داره، مثل خط مستقیم، خط منکسر یا شکل زیگزاگ مانندی که اینجا ما رسمش را یا لوگوش را گذاشتیم، آیکانش را گذاشتیم و انواع مختلف خط که هر خط از خود یک معنا و مفهوم داره و احساسات بیان میکنه به خود بیننده، مثل خط مستقیم که نشان دهنده استقامت است. دیگه داریم شیپ و یا هم شکل داریم. فضای محصور شده توسط خطوط است، یعنی چند خط با هم یک جا میشه و یا در چند نقطه با هم یک جا میشه یک شکل را میسازه. مثلا مستطیلی که من اینجا شیپش را آورده محصور شده از 4 قطعه خط است و انواع مختلف اشکال هندسی میتونه شاملی باشه، مثل مربع، دایره، مکعب و انواع مختلف از شیپ ها. و دیگه کالر و یا هم رنگ هست. رنگ خیلی تاثیر زیاد روی بیان احساسات داره و جزء مهم از عناصر بصری هسته. میتونیم که بگویم مهمترین اثر از بایی که مهمترین عنصر هست به خاطر نشان دادن احساسات و ایجاد هماهنگی. خب میتونه یک رنگ باید رنگ هایی را که انتخاب میکنیم باید رنگ هایی باشن که به یک نوع با هم دیگه یک تعادل داشته باشه، با هم دیگه یک هماهنگی داشته باشه تا ای که امو اثر ما اثر باشه که بیشتر جلب توجه بکنه. و در مورد رنگ ها و اینا بعدا مفصل صحبت خواهیم کرد، ای که کدام رنگ های مکمل، متضاد، رنگ های اصلی فرعی، در مورد همش انشالله صحبت خواهیم کرد. فقط اینجا به عنوان یک عنصر بصری دیزاین از رنگ یاد شده. دیگه هم تون هست. تون یعنی میزان روشنایی یا تیرگی یک رنگ هستن. مثلا قسمی که در عکس میبینین اولین رنگ هست رنگ سفید است و بعد میزان تیرگی زیاد و زیاد شده و بالاخره به سیاه میرسه، پس این چی میشه؟ تون رنگ میشه. دیگه پترن یا الگو داریم. الگو ترکیب تکراری از اشکال و رنگ هاست، یعنی ما یک شکل و رنگ را میگیریم، چند بار تکرار میکنیم و از او یک پترن یا الگو ساخته میشه. و دیگه هم داریم که تکسچر و یا هم بافت داریم که تکسچر یا بافت کیفیت سطح یک شیء است، یعنی چی اندازه کیفیت دارهای با کیفیت است و یا هم بی کیفیت است و باعث میشه که طراحی ما واقعی تر و زنده تر به نظر برسه. و در اخیر هم فرم یا حجم یک شیء یا یک عنصر بصری که شکل سه‌بعدی اشیا را نشان میده، مثل یک مکعب مستطیلی که شکل تقریبا سه‌بعدی را داره، چون هم طول داره، هم عرض داره و همچنان هم ضخامت. و در اخیر هم داریم ما یک اصطلاح به نام کامپوزیشن. کامپوزیشن چی هست؟ کامپوزیشن به معنی نحوه سازماندهی و ترکیب عناصر بصری در یک اثر هنری هستند. یعنی ما چگونه خط، رنگ، شکل، بافت، فضا و یا هم عناصر را که استفاده میکنیم در خود یک طرح ما چگونه چیدمان روش انجام بدیم تا این اثر ما یا این طرح ما زیبا و چشم نواز باشه، بتونه که امو پیامی که در خود داره او را به خوبی به بیننده و یا هم به مخاطب خود انتقال بده و همچنان نگاه بیننده را به درستی هدایت بکنه و بتونه که باعث جلب توجه نگاه بیننده شود. و این کامپوزیشن که هسته شامل فضا، تعادل، هارمونی و ترتیب هسته تا یک طرح جذاب و معنادار باشه. این هم بود اولین جلسه درسی صنف گرافیک دیزاین. امید که این جلسه براتون سودمند واقع شده باشه و تا جلسه بعدی ایام به کامتون.